بلژیا، پایتختش بریوسل. بلژیا یکی از کشورهای اروپای غربی بوده سال 1830 استقلالیت خیش را از هلند به دست آورده است. در خشکی 4 همسایه دارد: فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و هلند. مساحتش 13,500 کیلومتر، اهالیش 11.7 میلیون نفر، دارای 10 ولایت است. زبان دولتیشان آلمانی، فرانسوی و هلندی است. دینشان نصرانی. بسیاری اهالیش مذهب کاتولیکی دارند، یعنی نصرانی کاتولیکی هستند.